رویاهای صلحانه در سر دارند و به همین دلیل راه طولانی و پرخم و پیچی را در پیش گرفتند. معلولانی که خود قربانی جنگ‌ها در افغانستان شده و بخشی از بدنشان را از دست دادند، اکنون تلاش دارند تا پیام آور صلح باشند. این معلولان می‌خواهند از طریق ولایت‌های جنوبی پای پیاده به کابل بروند تا صدای صلح‌خواهی خود را به طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان برسانند. از همه گروه‌های دو طرف ما می‌خواهیم که بیام بشینم صلح کنم، دیگه می جنگ خاتمه دم، به کشور خود آبادی کنم، کار کنم، خدمت کنم، دیگه جنگ نکنم. از بیشتر در هر روزی در هر ولایت ما کشته میدیم. هر گروهی در هر جا هست، چی دولت، چی طالب، چی غیر، از بیام بشینم در کشور آرومی کنم، نشست کنم، تفاهم برسم که کشور از بیشتر به ایران نشده. امروز ما می‌خوایم از ایران به سمت کابل حرکت کنیم، به پروسه صلح‌خانه از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان می‌خوایم با هم صلح کنیم. از بیشتر جنگ نکنن، جنگ با غیری مملکت میشه. برخی از این معلولان که توان ایستاد شدن روی پای خود را ندارند، سفر صلح را با ویلچر طی می‌کنند. این معلولان به این امید سفر طولانی صلح‌خواهی را در پیش گرفتند که پس از این نسل نو افغانستان قربانی جنگ‌ها نشود. هر روز می‌بینی فرزندهای ما، مادرهای ما، پدرهای ما در این جنگ یا به انتحاری یا به صحنه جنگ کشته و زخمی می‌شوند. دیگه ما می‌خوایم که از این بیشتر امید به خدا داریم که خداوند طرفدار حق باشد که دیگه از این بیشتر جنگ نشود. خونریزی بسیار زیاد شده، به هر جا می‌بینیم خونریزی بسیار شده، انتحاری خیلی شده. این برادرای نارضی ما به خدا میگم رحم به دل اینا که واسطه ما خو دست دادیم نیو بدن خو اونا ما رو ببینم بلکه بشینم به خود دولت. سفر طولانی معلولان ولایت هرات بخشی از حرکت‌های صلح‌خواهانه مردمی در ولایت هرات است. شماری از باشندگان هرات میگویند جنگ‌های جاری جز برادرکشی و ویرانی ثمره دیگری نداشته و باید هر چه زودتر متوقف شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.